السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی. شما تا حال شنیده اید که خمیر ترشی آبی فکر میکنم برای بعضی شما شاید که یک نویگری باشد، یک چیزی نو باشد. بهترش این که میریم این رو میبینیم، یعنی خمیر ترشی آبی یعنی چگونه هست و چگونه درست کرده میشود. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سر اول لایک و پادپیس رو فراموش نکنید و میگذاریم با قسم آماده کردن خمیر ترش. برای خمیر ترش آبی ما چی لازم است؟ چند دانه خرما و یک ظرف شیشگی به انمی مانند و کمی شکر عادی و آبی فیلتر کرده شده. البته آبی که خلار نداشته باشد. خب چگونه آماده میکنیم؟ برای شما من خمیر ترشی با آرد را گفته بودم که از هیچی آماده کرده می شود. این را هم میگویم آماده کنید ببینید که چگونه خمیر ترشی بهترین است. 2 دانه خرما، 100 گرم شکر و 1 لیتر آب. اینو چیکار میکنیم؟ این رو به هم میزنیم، میریزیم، یعنی در یک ظرف شیشگی، یک ظرفی باشد که خوب محکم شود. این ظرف ما اونقدر خوب محکم نمی شود، ولی به هر صورت ما در این تجربه گذراندیم. هر روز 1 بار 2 بار انا همین طور میتکنیم، شدت میتکنیم. چرا؟ چون که داخل این هوا باید رود، همون باکتریا های خمیر ترش باید فعال شود. این خمیر ترش ما تقریبا 7 روز یا 8 روز دوام میکند، 6 روز هم میشود. خب این ما روز اول بود و میبینیم که بعد از 2-3 روز، من همه ویدیو را نشون ندادم، من هر روز ویدیو هم نکردم. میبینیم که بعد از 2-3 روز به چی شکل می شود. خب میبینیم که الکی تغییر کرده است رنگی همین خمیر ترش. در ویدیوهای گذشته من به شما وعده داده بودم که من نوع دیگر خمیر ترش رو هم برای شما پیشنهاد میکنم و یکی از اون انواع همین است که مقصد خمیر ترشی آبی است. این خیلی یک چیز نو برآمد یا اینکه یک ایده نو است. خب هر روز ما 2 مرتبه یا 3 مرتبه همین خیلی میتکنیم، گفته بودم. و این خمیر ترش ما 8 روز دوام میکند. باز وقتی ما با این خمیر ترش هم نان کردیم و البته طرز خمیر کردن، طرز نان کردنش رو هم در این ویدیو نشان دادگی هستیم. میتونید که مثلا تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید و میبینیم که چگونه نون بهترین می آید. این نوع خمیر ترش خیلی سالم است، یعنی یگون انواع شیمیایی ندارد. و بعضی ها با غولینگ درست میکنن، بعضی ها عسل میریزن به جای شکر، اون هم میشود، یعنی به همین شکل درست کرده میشود. و ما خرما و دیگر چیکار کردیم؟ با خرما و آب درست کردیم. الکی بوی این هم بوی ترشی میدهد. وقتی با این نون درست میکنید البته یک لذت دیگر دارد. عزیزان تا این دم ما آماده کردیم خمیر ترش رو و میگذاریم با خمیر کردن و نان پختن. با همین خمیر ترش ما خمیر میکنیم و نان میپزیم، به شما نشون میدیم. وقتی ما میخواهیم که این خمیر ترش رو تازه کنیم، باید که خمیر ترش رو باز بگذاریم. چیکار میکنیم؟ انا همون بجه ها یا اینکه خرمای خراب شده رو میگیریم، دور میاندازیم و آب تازهش رو، یعنی 250 گرم برای یک خمیر ما کفایه است تقریبا، و 250 گرم دیگر آبش رو میگیریم، یعنی تازه میکنیم و در همون ظرفی که بود در هوای دوباره میریزیم و 2 دانه خرما یا 3 دانه خرما و کمی شکر یا کمی عسل اضافه میکنیم و دوباره چیکار میکنیم؟ کمی آب میریزیم در اونجا تا که آبی فیلتر کرده شده. و این چی میشود؟ یعنی خمیر ترشی ما ادامه پیدا میکنند در 1 روز یا در 2 روز یا در 3 روز. الکی دیگر این خمیر ترشی ما مثل خمیر ترش قدیمه
یعنی آماده شدگی هست. ما میتونیم که پس از 2 روز باز خمیر کنیم. 1.5 قاشق ما نمک میریزیم. این در داخلش در این ظرف شما دیدید که آبی خمیر ترش است. خب اینو با هم میزنیم. البته وقتی این با این خمیر ترش درست کردید مثل دراژ ها یا خمیر ترش های مصنوعی نیست که مثلا از مغازه ها میگیرید در حال در 2-3 ساعت خمیر ترش آماده می شود و این کمی طولانی میکشد، مثل که خمیر ترش با آرد یعنی خمیر ترش آچگی گفتیم، یعنی مثل اون دراز میکشد. خب این 1 کیلوگرم آرد، خمیر میکنیم. 1 قاشق روغن تا که نچسبد، برای نچسبیدنش 1 قاشق از روغن میاندازیم. اینو میگذاریم به مدتی از 12 تا 20 ساعت، یعنی اینم خیلی طولانی میکشد. وقتی شما این رو میخواهید که انجام دهید با همین خمیر ترش، 1 روز پیش درست میکنید، جای میگذارید میپیچونید، یعنی درست میشه. این ولی بهترین یکی با این یکی با خمیر ترش آچگی گوییم خیلی نان خوشمزه می بیاید، یعنی یک نان طبیعی است و بوی خوب هم دارد. ما در آخر می بینیم که مثلا چگونه نان آمادگی هست. مثلا شما خود بها گذاری میکنید و شما میتونید که خود در خانه انجام دهید و ببینید که چگونه است. دانستنم خوب است که هر روز انواع نو به نو، ایده های نو به نو درباره پخت و پز شما یاد میگیرید. البته ما کوشش میکنیم که برای تمام بیننده های خود انواع نو به نو ایده ها برای پخت و پز را در این کانال خود پیشنهاد کنیم. اگر معلوم است خمیر ما بهترین خمیر آمده است، ملایم آمده است و کمی میگذاریم تا که روی گیرد، ملایم تر شود. ما این نان را به شکل دراز مانند درست میکنیم. من در ویدیوهای گذشته خمیر ترش با آرد یعنی خمیر ترش آچگی نام نهادیم درست کرده بودم. لینکش رو در پایان ویدیو میگذارم، شما میتونید که بازم از آن هم یاد بگیرید چگونه درست کرده می شود. شما میتونید که به هر نوع نان رو پزید، این البته اختیاری ما بود و هر نفر میتواند که هر گونه درست کند، شکل نان رو دراز مانند یا گرد مانند، این به خودی آدم وابسته است. پرکوب میزنیم. بعد از پرکوب زدن در بالایش تخم میمونیم. البته به شما توصیه داده می شود که همیشه وقتی که نان درست میکنید یا فطیر یا کلچه در بالایش از این چی میگویم تخم زنید، خیلی خوب میبیاید. در 250 از 15 تا 20 مینوت دقیقه یعنی در دخوفکه میگذاریم. ببینید که چگونه نون بهترین آمده است، مثل نونبای های خودمون، یعنی بازم خیلی ملایم هست، خیلی لذتش هم دیگر هست.
و سالم هم هست. البته به شما توصیه داده می شود که انا از همین نوع خمیر ترش در خانه خود یعنی آماده کنید و میتونید که نان کرده، نانهای بالذات، نانهای سالم کرده نوشی جان کنید. ما این نان را شکستیم که یعنی مثلا داخلش چگونه هست، خوب پخت است یا نه. میبینیم که چگونه بهترین به درجه عالی پخت است و بویش هم بوی بهترین دارد. و دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو برای شما پسند می آید. البته وقتی پسند آمد دستگیری را فراموش نکنید، لایک و عضو شدن یعنی کلاس پادپیسات را فراموش نکنید. در آخریه صلوات به پیامبر میفرستیم و به شما اشتهای تام تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.